توی ریلز های قبلی منوی تیوی متحرک رو به شما معرفی کردم. این بار میخوام منوی تیوی ثابت رو معرفی کنم. این شما و این هم منوی تیوی ثابت فست فود لبخند. خروجی این منو یه فایل JPG خیلی سبکه. به همین حالتی که میبینید میشه روش بارکد هم زد برای اسکن کردن و حالا رفتن به وبسایت یا اینستاگرام شما. توی ریلز های قبلی منوی تیوی متحرک رو به شما معرفی کردم. این بار میخوام منوی تیوی ثابت رو معرفی کنم. این شما و این هم منوی تیوی ثابت فست فود لبخند. خروجی این منو یه فایل JPG خیلی سبکه. به همین حالتی که میبینید میشه روش بارکد هم زد برای اسکن کردن و حالا رفتن به وبسایت یا اینستاگرام شما.